دوستان خوب، برادران نازنین من، خوب هستید که اینجا نزد همه پروردگار سلامت باشه. کی خواه کی بیداره. سلام ای هندوستان برای شما. چند وقتی فیلم ندارمدن که اگر پرسی کنیم خوب هستی همه کارکر همه خوب است که اینجا نزد چی گپ خواه چی گرده وطن ها کی بیدار است کی خواه است. همه خوب هستی برادران عزیز. علیکم بر سلام و رحمت الله تعالی و برکاته. هستی همه اینجا نزد چی گپ خبر کو یک لایک کار بزنید دوستان عزیز. کویا صحبت کنیم برادران خندیمان. الحمدلله خوب هستیم تینجیم. سلام علیکم. حاصل هجامه 2000 رفیتا باش کرد دوش مساج و نامنویسی برای حج میکنن انشالله آبشید 2000 همه خدمت رسانی. چی میگوین ستاره ها چی میگوین شاروخ میگه مگه حاجی تو گفتن ستاره ها چی میگن. ستاره ها میگوین که نمازات رو بخونه. خوب است که یک صحبت کنه. سلام علیکم برام خوب است که اینجا چول داره بزنه که یک آخر اقلا 200 لایک کنه بعد کیلو چخچخ کنه. اکا جان حمید سلیمان یافت شد. نمیدونم کدوم سلیمان میگه برادر جان عزیز. من هم موندم گمشدگی نمیدونم کدوم را در نظر داره شما. زمزم را سلام علیکم خوب یک اینجا سلامتی خوبه. روغن سیاه دانه همش داره همه شرش داره. بله کارای همت خوب هستن اینجا نغزه زندگی همه تو خوب است. چه حال داره برادران خان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب هستید اینجا سلامتی همت خوبه. چی گپ خبر چی نگره چی گپ پیدا مسکو. مصلحتی هم بگیم حسابی همین برادرایی که میویان مسئله قاپیدن فاند فریبشون از حسابی بچه های روس هسته. از اینکه بچه که ازبک اختون دیده من در داون کارتینکش در اول موندم. ببینه که دوستان عزیز چی گویم متاسفانه گوش نمیکنه متاسفانه نمیفهمه متاسفانه خیلی از با جایی که میگو که همجا کاری خوب است برادرها. بچه ها احتیاط باشه. متاسفانه چپانه میفهمن گپ چپ میکنن با در بلا خودمو میزنیم. چی گویم که نگفتنم بهتر است میگن. با هم اختیر هم سه بتایستیم پکه خوب بتایستیم هر یک قدمش خوب بتایستیم. مظفر برادرها بزنه لایک خواهش میکنم. 400 نفر 1000 تشکیل انشالله حاضر همش میگم تو خواهش میکنم همش میگم جون شیرین خواهش میکنم همون لایک ها رو روش سیاه کنه. وقتی برمادیکوز افیر میگه خیلی بس ای بابا جون بزوشت میگه پوش بعد با دبلش میزنی سپید میشه میره اول سیاهش کنه.
خوب دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند حفظتان کنه، سربلند باشه، رحمت باره دستگیریتون کی اولش پروردگار یا چی خشوتونی چون بتیم یا چی زور میشناسه هم بچه را خیر راست بشی جم هزار آدم ترا نگه داره خیر راست بشی خیر راست بشی کمی میشناسیش علیکم السلام و رحمت الله کویا سلام علیک پسای مردم ها سلام علیکم اکو دادارو سوزه نوزه سلامتی و خوب خور برو ایما پشه اکا سوز کلو رشد برای کمکتون حضور و اما خیلی عزیز سستینه چه خیلی سلامتی چه خیلی کلو رشد خوردن چه خیلی کی خود من روزو که گوجه خود در امروز خود کردی امروز کدوم بابا یا چند نفر سید داری یک تا یک نفر سید ها خداوند نگهبان باشه برادرو ا بچه بزن لایک از برای خدا به خاطر سلامتی این برادر بزنه همین لایک بزن شما همین میشنوخته این بچه را میشنوخته چی افت شکل داشت همین بچه را میشنوخته چی شکل داشت ای برادرو پس که انا کمی یک کار کپیدی مستحکم باید دم شب کنی ما اولش پروردگار در همون کارخونه هجامه در کارخونه هجامه چیکار کردیم دم این بچه را گرفتیم با روزگی پروردگار دستگیری شما 1,200,000 جمع کردیم یادتون باشه اگر الحمدلله اووردیم اپیراسش کردیم یا اپیراس گشت موندگیه این در همه جا ایستادگیم تو همه پاکی کنیم البته فر بشیده یا تو میگه فر بشیده آه کدوم لیدی فهمیده برادران مهربان که گپ زن کو خوب برادران مهربان از تیم دور نشیم خداوند حفظ کنه رحمت به خاطر همه دستگیرتون میندارم چی کنه یک چی تو میگم از یا باری یا لایک هم میزنیم نمی 600 نفر اگر یا لایک بزنیم 1200 نفر میداره انا بعد چق چق میکنیم خوب بیو یک دو سه مش مرا سوم نگفته سادم ای مردم والله قسم سوم نپرتو هم لایک بزنید مردم بدوره هم بعد چق چق کنیم در شما تو جون ما خیلی که حرمت ایجاد کنن یا لایکی بچخن 700 نفر 700 لایک میشه در شما تو جون سلامت باشه برادران مهربان در همه شهر غربی در همه هندوستان الله شاید که اولش خداوند شما هستی این حاضر من در همینجا شدگی به همین تلفن لغلق دارم همین شما هستی اگر شما از پس اکران نباشیم با کی گم میزنم خوب دوستان مهربان مسئله همین بچه‌ای که روسیه می وضعیت خیلی ناخوب است من همه چیز متاسفانه همه چیز گفتن نمیتونم به خاطر آنه که خیلی ختم بفهمه با هم تاجیکه با تاجیکی پیرواد کرده بود بالا میزنم احتیاط باشه وضعیت ناخوب است خیلی وضعیت ناخوب است یکمش بچه های یاشه که ای 20 15 23 28 تا 30 خیلی بعضی مردکار هم هستن بازیچه دستی همی بنام ناتسیست های روس میشن ناتسیست هاش یعنی که شخص هایی که از روسان هم بیزار هم و یا شخص های پروکاتور شو میگن سایت های فیکی وی میکنن منیجه یا مدینه یا که الیسا یا که انیا و منیا و خلاصه سویتا میخیلی صورت های 100 صورت 200 صورت میمونن یا یه ماه 2 ماه 6 ماه گتو پسش که 6 7 ماه گتو میکنن بعد یعنی که برای تو میدروی میگوی صورت ها نامودگی میترسی اما و یا 1 ساله 6 ماه 5 ماه تیار میکنن و یا مخصوص مکتب دارن همین انسان ها همیو مخصوص مکتب دارن مکتب گذشته بعد میآیند سر میکنن حاضی هجوم در سر مهاجران اینه بچه که ازبک گرفته قپیدنش او قلط کوبش کردن یا تاجیک دیگر قپیدن او قدا پیشانیش نویسن او هر چیزش نویسن هم تنه جان شیرین هر یک قدم شما در تلگرام در اینستاگرام در مقصد یوتیوب دیده سودی نسبت همین ما خودمون چیکار کرده سودیم
برای چی برادران مهربان؟ من که الله شاید که یک برادری مسلمان شما، ما خاک پای شما میشم، اما تاجیکم دل میسوزه، چوه هشار نمیشیم برادران مهربان. با والله قسم همین یک گپ میگم که دیگر قسم نخورم، به خاطر اونه که چوه ما هشار نمیشیم در کدام حالت، در حالتی که اینا من میام این تاجیکستان، از فرق نداره از کدام ناحیه میام، فرق نداره از کدام ناحیه میام، در کیسم سوم نیست، یا ای همسایم قرض کردم یا اگون جورم ای مسکو همسیم همراه کرده اگون همکورس همراه کرده، یا با خاطر سوم کار کنیم میام 100,000 200,000 یا خیلی 500,000 میام خیلی 200,000 جا ماشین اوپل یک ایسوس میخریم. چیکار میکنیم؟ بعد غرغره، بعد گازجقی و بعد از خانه فراموش، از مشکل خانه فراموش، از حزم خانه فراموش، از علاخونه کشفیرم آمچکم فراموش، از شیغای شکستگیمو، از دروازه شکستگیمو، از او قرضای مگزینامو که پدر و مادرم قرضونو از همه فراموش میشیم. نه مقصد از این که چون ما همین خیل میکنیم بچه‌شو میبینیم و پروریو قسم آخه من همو ویدیوشی نیاز آخه نشون بدیم با خفا میشم که بچه‌ها ما را نشون دادن سایتاشونا، یعنی که در درنی من همه نشون بدیم اینجا در درنی دیسک کلوبو متاسفانه جموندنی ویورا میبینی، رقص بازی بچهای تاجیک میبینی که در همین حالتی که رید رفته سوده، در همین حالتی که شپ و شپای پروا ندارن، میقپنش با میگه که انا خلاص میکو فلانی و فلمان. یک چیز دیگه تو میگم برادر مهربان که روزی که ما ویدیو کردم لیش من خودم ویدیو کردم یا که بابای لنگری گفتن که ویدیو کنیم، ای برادرها میتینگ نره در هم بازی ها خوش نشه، هیچ که گوش نکرد، یک حقارت های در اون کامنتر نویسه که ما میتینگ زش و خیلی هر چی گفتن در هم مسجد چیکار کردن الله اکبر هر کس هر خیلی گفتم برفتیم. یک هفته باشه قطعی حاجی قاسم ما خستیم چی تقسیم کنی رفتیم خوراکه و آش تقسیم کنی خدا خیر شوه با سخر و رفتیم در همون سیزدای سخر و میریم از درنی همون مسجد از همون بچه ها میگن که ما در همون جبده ما را قبطن آوردن. علیکم سلام بابا جان، خیلی سودی تنجی داگی جوی کوراکو خوبان. اینجا برادر گفته که تو جای حاجی میرزا گرفتی، میگه که تو جای حاجی، من جای حاجی میرزا نگفته، ما خاک پای حاجی میرزا نمیشیم. باره که حاجی میرزا چیه و یک شخصی که الحمدلله خصوصا در ناحیه کلاب، در کلاب بهترین و چی میگم فوندامنتی با قوت الحمدلله همه مسلمان بود، اما متاسفانه بسیاریامو ایمون مزه از دوره که حاجی میرزا برمد ایشان نوردین ایشان سراجدین مقصد برادرها برمدن چقدر مقصد خدمت‌های سخت کردن در دین خصوصا در ملت تاجیک عذرم کرده سودیان ما خاک پیو نمیشیم، اما ما شخصایی هستیم که هر روزه میبینیم پس بلندیا. فهمیده برادر عزیز؟ با هم خاطر برادران عزیز خواهش میکنم از هر یک کدوم شما، از هر کدوم تو التماس میکنم، زاره میکنم، التماس یگان چشوا اودالی نکنه، التماس که لنگری من روید کرد اگه واتساپ بدرو بگی و بدرو. ما اهمیت این برادرایی که در جمعی نویسن متاسفانه همین بعض شخصا نمیخوان که پیشروی یک است. وقتی میگو که ای برادرو این راه کج این راه راست، من یه عمکی داشتم خطش کار میکردم در تای دستش میگو این راه کج این راه کج، نه که ما با هم راه کج میریم یعنی راه راست در نظر دارم، متاسفانه راه کج میریم. میگو برادران مهربان برادران تاجیک احتیاط باشه بعد کار راست بره. این مراد نویسه که یک تره بخون آخی همون یا به سواده یا که به ناموس گفتن که یک چنارت بزنیم گفته که چی سویابونی سر میشوه، سویابونی سر میشوه. یکی میگو ای برادر مهربان اینا به خاطریم تاجیک بدن نباشه همینجا دورمده و جا کیدن ما چی بوده. سلام علیکم دوستا، ایت در کجایی؟ کافه داشتگی همجا اوجین کسیم. سلام علیکم خوب برادران. هستید جناب؟ چی حال داری؟ کلاکو خوبان؟
الحمدلله خدا را شکر. شما خوبین؟ تنجین همه خوبه؟ از بخیر الحمدلله دوستم همینجا هم بچه که ازبک بچه دیدم لات کوبش کردن خیلی دیدم سختی دوستم همه در لبن اکای بابا جان امروز گپ زدم بگیر. من ممکن که انشالله با هم رفته یک 5-10 minut پس بگرم در مسئله یک کم تا صحبت کنیم. از ما تمام میبرم دوستم انشالله با هم رفته. تمام دوستم خب خدا نگهبان تو موشه برادرها بخشش. باز میبرم تمام انشالله با هم رفته یک تمام دوستم 5-10 minut تمام پس میبرم انشالله. تمام دوستم خدا نیفزه کنه احتیاط کن خب بله. آه. یعنی که برادران عزیز الحمدلله پدری که ما در چی بودیم در اینستاگرام و یوتیوب دیده بودیش که پرتوفتن برای فرزندش گریه میکرد اگر همین ویدیو را کدمت اهمیت داده بودی باز میمونمش گوش کنیده حاضرین همه الحمدلله امروز بارش محکم کردیم متاسفانه که زنگ زدن هم زبورش محکم کردیم این امروز بارش محکم شد در زبیربانک شو 1,632,233 گذشت در دوشنبه سیت شو 125,000 سومانی و 710 سوم یعنی که الحمدلله زباری پدر محکم شد. من در اینستاگرام پرتمش برای که اکه من شیر که همه وقت خدمت های وای گرفتش در چیش موندش در یوتیوبش پرتوفتش موزیکا داشت سه که موزیکا دارم من در کدوم نمیپرتم به خاطر اونه که جلب میزنه من نمیپرتم در اینستاگرام پرتوفتمش الحمدلله زبورا محکم کردم به تشویش شدن خداوند خیر کنه یا برادرای عزیز نگاه کنی اگر که نامحقول بگم همجا مینوس بمونه اگر محقول بگم پلوس بمونه من متاسفانه که از علم اسلام تماما بوی نمیبریم به خاطر اونه که نخوندیم اما پسش که بچم یعنی که ولی من نگفته پلوس مونده هستم به خاطر آن دوستان مهربان که والله قسم هر روزه ما میبینیم چی سزاهاش چی زنداناش زنگ میزنن چی در راه ماندگیاشن امروز یک مادر زنگ زده که تایسا خیتایی ها یعنی در نظر دارم خیتایی ها متاسفانه فندش کردن در کوچه های مسکو مانده مثال گپ که هر روزه میبینی به هم خاطر دلمو میسوزه اودیتوری که من دارم روز قیامت جواب میگم اگر 1000 تا دارم 100,000 پادپیسچیک دارم ولی که خداوند میگه که ای بنده وقتی داشتی گپ زن من از برای خدا از برای ملت میگم یا که بابای لنگر یا که چی بلاگری نباشه باید گپ زنیم باید بفهمونیم برادرو فهمانده دهین خوب است هوشیار شه به خدا قسم هوشیار شه که وضعیت ناخوب است هم که تو بگم با تاجیکی که شکار رفته است باید سرشما را کم کنن میکپانه دکومی داری میره 5,000 شتراف میکنن با میان هوید میکنن به خدا گپ زدن نمیتونی با شما جان گفته میسپاری حالت میگویش که دکومنت کنی حالت میگویش که حجت کنی یعنی که در یک سال یک انسان یک برادر چند خرج خود میکنه 80,000 آبشی تایس زور تا 100,000 از خود میکنه توگری اما وقتی دکومنت نمیکنه میکپانش درین امو سیزو میکپان درین ترمه میشینه باور که 30,000 50,000 100,000 روزی که بتیانش تو دیپارتاسش نکنه نروا وقتی میگویش دکومنت که میشوه ای برادر گرانیتسا پیرسکات که گرانیتسا بگذار بیو دکومنت که پاتین که میگه که رجیستراسیت فالشیویه میگه که در فلان جو نیستی میگه که در رایون کورنی که خپ دهان غپ پاتین که حجتات خوب که حوزی خیلی نه تنها من تمامی بلاگرها کارهای خوب ریکلام میکنن
бра кор ки просто бачаҳои айёш ба худо қасамай гоҳ мо инакам сар кардем бача гоҳ инами бачаҳо ёш чай қиб занг зеста чикор мекунанд муйсара хеле мекунанду баъд танс мекунанд шимои ҷинси танг мепӯшанд дар даруни бозор мутаассифона ҳамаро ҷазир кардагӣ ман ин бачаро дар ватсапот бинавис ба худо ин бача чӣ қадр беақле чӣ вақт занг зеста бародаро бахши як лаҳза ватсап кани бародаро бес ки ғам додасте ҳозир бесте هشت صد و نود و شش هفتصد و پانزده سی و چهار پنجاه و نه. برادرجان سلام علیکم در افیرم بخشی زیاد زنگ زدید من در افیرم برادر بخیر ای سلام علیکم برادر. سلام علیکم همین اکا یا چی مدعی بیجا مدعی برنامه میرزوی رمشد اکا همین یا معلومات میدونین میرزوی رمشد چکو کده نه هم که شما یا ویدیو مندگین دم اصلا گفتگین که مثلا هم که چی خواهرش گفته استایش مقصد میرزوی رمشد یافتن خواهرش الحمدلله بچه که رمشد بود یافتش و پیش خواهرش باید اومده باشه چو کده نه برای ما همین خیشور چه مکه مقصد برای هم گفته استیم ده وای من پدرش ویدیو کرد بام نپرتوف خواهرش ویدیو کرد ویدیوش اینه که من روشو محکم کردم گفتم برادرمو گم شده خواهرم برادرمو 6-8 ماه شد انا وای خلاصه که یافتنش دستنی کلوگا بوده قطعی با یک زن دیگه گرفته بوده خلاصه که قطعی زنش خاک چی جنگ خوجگی کردن از خفا به اون خاطر ما 8-9 ماه با پدر زنگ نزده وای تلفن کرد با جای رحمت بگه خیلی دشنامم کرد رحمت خدا با پدرش ما گفتیم سلامت باشی با خواهرش پیوست کردیم خیلی گریه و ناله کردم بعد نمیدونم آدرس رو داد باید با پیش خواهرش آماده باشه اکا جان یک 2-3 روز پیش بود نامیدون شونسته که یا زنگ بزنه اکا جان من در افیرم 1200-300 کس تماشام داره اگر همون کانال بابا جان شده شه ببین میدرو میبینیم همونجا مقصد از این که من در افیرم آزی من هیچ کوکادا نمیتونم اتاک میتونم ان شاء الله بعد افیر رقمش بگیرم بتیم التماس بچه‌ها اودالید نکنید اس ام اس مردم شما در تاجیکستان نه اما در چیم اکاترینبورگ داریم اکا یکترینبورگ ما اکا جان چیه یافتیم بچه را یافتم و بچه زنگ زد یعنی که اختصار بچه نوش زنگ زد یا که بوجهش بود نمیدونم زنگ زد پیوستش کردیم خلاصه خطی خواهرش صحبت کرد که گریم ناله تاجیکی کردن و خلاصه که باید اومده باشه با جنگ میکرد که ویدیو را بگی ویدیو را با اودالید کردم گم نیست اکا دوستان اکنم خیلی نومدو را انشالله بعد اپیزود چی که اکا بخشش ده همه خوبه انشالله دعاگو باشه بسیار زنگ زدیم در افیر این اکا جان باور نکنیم نه 1000 اینا چند کس تماشام داره اینا ببین 1300 کس صد اکا جان حضور رحمت بخشش غم داده استیم اکا تمام اکا جان دعاگو باشه گم نیست خوب خوب این هم خیلی گپ چپ این هم خیلی خوب دوستان مهربان بخش زیاد چکنه عبدالجبار برادر عزیز 1300 کسی 1400 کس اگه دم اگر رکلام میکنم همه اب یک کس میگفته من الحمدلله ای لنگری و ای اسماعیل و ای کسی بت رکلام کرده گیم این همه عبدالجبار میدیا برادر من ای یعنی که چیه قطعش مصلحت کردیم گفت که بیا همکاری کنیم این نویسگی ای بیا من اگه کس هوی میکنم من کارم میبرم تو رکلام که سومش پاپلام با پگار روز نگه بابا جان انا 50 کاریا بر گفت دادنم کدام یوتیوب خلاص از اینکه
این همین رقمای 12 که میبینی اب یک کسای خودمونه اولش پروردگار جوابگاریش در خودمون این همین عبدالجبار مدیا نویسه سودایش فهمیده این همین عبدالجبار نرخوش و مصلحت کنی ببینی اگر ایما قیمت یگان جای دیگه بخریم من باش که کار ندارم میگه که این عبدالجبار نویسه است امیدجان از امیدجان سوز الحمدلله امید این عبدالجبار نویسه است دیگه رکلام نمینم کسی میخونم اسکرین شات کنیم 12 آخرش اب یک کسی خدمت لنگری از می برای برادران مهربان امید الحمدلله یا اپراسای کلون نگاش موندگی الله شاید 15 ساعت 20 minut رفت اپراسای یکمش 15 minut 20 ساعت من نشون تو بودیم روداش چه خیلی رودا اگر یوتیوب جالب نزنه باز من نگاه ایدرنی امید چی گرفتیم از درنی امید چی گرفتیم دوستان ببینید چه عذاب کشید امیدیمو امید جان شیرین ما چی عذاب کشید رحمت کنه پدر مادر همه تا این همین رودای غوثه برادرو این همین رودای غوثه این هم میبینی این همین رودای غوثی امید جان این همین رودای غوثه که در هر یک قدم ماشین دیده چه پسیدگی این همین رودای غوثه ایدرنی امید گرفتیم اینها این همین امید جان این همین امید جان ما امید جان که ناز قطی تو گاب زده رحمت کنه پدر مادر تو پروردگار فرزندو پدر درس تاشنه بین این بریدگی شای مقصد کمش این حالت دختان شای این دختای سودایش این دیده سوده این همی اپراسای امیده 5 شکم شب بریدم 5 شب همین مهنت و خدمت شما که 100 روبل پارتی 1000 پارتی 100,000 پارتی این ببین اپراسای همین امید جان رفته سوده این همین امیده یعنی که همین چیکار کاره شما سوم جمع کاره اینا من گرفتم همه به همه جره اومدم از برای خدا شما رو بفهمید که من الحمدلله فرزند دارم منم 4 فرزند دارم زندگی دارم مینه نمیکنم اما توجی که وقتی میبینیم یک کسی از تنگی با دست هم دیگر بگیریم این همه رودای غوثه گرفتیم 1.5 متر گرفتیم پرتیم شوزی رودا نداره ای این رودا نداره ای امید یعنی که رودای غوث تماما نداره این امید جان دیده که فقط دعا کنیم این همه رودای امید جان دوستان دیده که ما چه اینا گرفتیم پروسایت سوی هستن که اول ما ویدیو کردنی پفتنی شوم اینا ببینه این همه رودای غوثی که پسیدای پول نستی این بیچاره هیچ نمیخورد بغیر او ایردرن ای هیچ نمیرفت به خاطر که این خوردگی به درن رودا میگذره انا همه از بریدن مثل اسب اگر بگیم اگر گروبام شوه مثل اسب پرامویش کدگیان یعنی که فقط رودوهای باریکش کار میان 5 سانتی متر ای بالا 5 سانتی متر ای پایان باز برای نشون تو میتیم چیکارش کردگی مازیمو چند جوش برید 5 جوش کم شبریدن یا جونی این از من نشون تو میتیم موزمن یگان تا شما سوم طلب نکنید با وجون سوم جمع کرسته ولی یک اپراسای کلون نگه داره اومدگی ما هم خشی که با عکس اسکیت کش کردن باید یا اپراسش میکردیم ما گفتیم ده تاش که به خاطر که یا تاش میکردن اپاسنی تر بود این برادرو مدیای عبدالجبار مدیا چیه همون نمای شرکتایی که همین اویدی مونتاژ پانتاژی اودیویی یعنی که ویدیوها سر کار دارن این هم فیلم‌های ترکیه اینا میبروان کو کینوی پولود به توجه که همین عبدالجبار میکنش مونتاژ به امید جون از اونجا اون سرچوک دا وجایی سرچوک دا وجایی اخر پیش بیاین من خالت تنشومتی اینا همی نیجت پوینت بخوام این همی خالتچه یعنی که یازی وای بگیم اگر گروه هم شوه امید جون دشت کلان یا توالت کلان رفتن نمیتونه همو اخلاطوی هستن در این خالتچه میدرویان این همی خالتچه این خالتچه اینجا دختگی اینجا پیش تبیو این همی خالتچه همینجا دختگی اینا اینجا سکوچ گذارگی دیده یعنی که همو اخلاطو دایم میبرویان بعد میرود از توالت خالیشو میکنه این درنی همی این یا جوش بریدگی بود این 2 جوش بریدگی 3 جوش بریدگی این 4 جو یا جو یک پایون ای با اینجا این 5م جوش این خیر بریدگی ولی این کوکویو کاندن با این رشته کاکی دختیان شو نیش کوکش لگی اوجه انا جورا اوزی ما باید 1.5 ماه بستیم 6 هفته میشه 6 هفته میشه بعد همو این امروده که ایجا امروده که بریدیانش دایجا پایوست ایجا اخلاطو برمده سودیان تمام برا
از انا همه چیکار میکنن پایواز میکنن در عقیب، یعنی که بعد توالتی کلون رفته میتونن، یعنی که وای باید همون اومده برابر یا اپیراس کلونش میکردن همون تمام رفت وای اپاس سخت بود. شاید یعنی که همین آدم کسل مبادل به کسل رگ میشید. به هم خاطر ما چیکارش کردیم گفتیم ده تشکنه 5 شکم شبریدن 5 شبریدن هر جا همون یکنی همون روده را گرفتن. این روده گجوشید این همین روده را گرفتن پارتن یکنی متر. انا هوزی باروده های باریک، یعنی که پیش اکو وقت همین روده غلط رول چیه بازی میکنه همون سخت شدنی اخلاطه. هوزی این مثل اخلاط سخت نمیشه و هم ملایمک میبروید. فهمیدی اکو؟ با اون خاطر از این ای 6 هفته باید بیستیم یکنی مو میستیم دیم اپیراسش. انا که اپیراسش با اپاسنی تره بعد یا با دا اوجا عقیب می همون روده که از ای پره خالتا برمده است. بعضی شهرها هم گوار هم خیلی میکنن کو، یعنی توالت کلون ای رفته نمیتونن. با اون خاطر چیکارش میکنیم اپیراس دیگه ش میگذاریم بعد پایوازش میکنن. فهمیدی اکو؟ در هندوستان اینجا پری همه هندیو تاجیکیا میدونن، روسیه میدونن، همه را میدونن. اینجا همه شما خودشون متاسفانه پس نزنه ملت خما همین جرا بعضی مادرها یعنی که زنها بودین در اینجا بعضی مادرای بودین که همینجا فان کردین آیا برادر $100,000 شا گرفته در همینجا گفته $100,000. این بیچاره تاجیک یک جا میدونه سوندار $100,000 شا گرفته که او اپیرا سایه $30,000 بده. $50,000 شا در کیسه زده همون زنک 50 چه در کیسه زده. بعد اینجا مثلا میگن اپیراس $130,000 یا که $130,000 تا 30 تا میگن ترس شد 50 تا بگی یا ما در همینجا بهت اشیبکا کردگیم با خودی که یا گفتن $12,000 این اومده چیکار کرده با اینجا گاسنیسا اینا که گاسنیسا اون $500 سپردیم گاسنیسا هم سپوری اینجا با آنالیزات بهت آنالیزات قیمت آنالیزات ای $50 اوسنه $50 خودش چند کمی شوا 5,000 ارسی اوسنن تو 100 150 $600 با اون خاطر ما حرکت میکنیم که انشالله یا برنامه کنیم مردم بفهمونیم. همونجا یا همی ترجمانی که ما هسته در تاجیکستان چی دوره بالنیسا دوره انشالله ما رکلامشون میکنیم هم رکلام میشه هم با تاجیکستان همون آنالیزی که در جمعی 50 و $100 میسپاریش در تاجیکستان 50 $20 میسپاریش یا که $10 میسپاریش. با اون خاطر برادرای عزیز حرکت بزن یا 1000 لایک کنه در با خاطر همین سری کال شما چخله بزن شو لنگری هستن. ای خالی محمد سلام علیکم. میمرم در شماتی خوش کلاس اومدی. كيف حالك يقول؟ كيف حالك حبيبي قلبي والله حبيبي أنا أحببك بالله. هندیسکی گپ نمیزنی یاد گرفته بشه کو یگان گپ هندیسکی یاد گرفته باشی گپ بزن بابا جون. سلام علیکم برادرو. سلام علیکم برادرو و کسا شومه اکا میگن خیلی ابورد پرسیستیان بچه چکلیه بچه سوزی تنجی بچه نه زنگ من میزنی نه سروغ من میکنی ما به دویت هیچ کسی مردکی خوب یا کنو یک سوز میدیم یک دوستان میدیم شالا با هم رخ دو سوز میشه چی گب نداره اینی میجا نگه 1,700 نفر های 1,700 نفر یک دوی در حقت کنن پریساید که 1,702 میشه و فهمیدی اینشالا نخواه که بچه نخواه که همین ساغیرها یکم دوش تیری در نشون نباشه میجون سلام علیکم. بچه اینجا هر یک پوکدومان شیشتگی هر یک برادرای پوکدومان شیشتگی هم که میدونی ایمی دواد میکنه که دوش جاشت قبول اینشالا با هم رای خدو گب نیسا کجون برای هم خدر ای برادرو دو طلب کن بگو ای برادرو بگو در حقی ما دو کنین بگو ای خیلی گفت یک برادر در اوجا گفت زیستابت گفت ای خیلی امری معروف میکنن ای خدر آدم ها بسیار نمیدروین میدونی خدر برادرو نگه که بسیار
هر یک سکون پس 10 مینوت پس 15 مینوت پس بگو که اکای بابا جان بگو که برادران را بگو در حق ما دعا کنن، برادران را بگو در حق ما دعا کنن. فهمیدی؟ انشاءالله. فراموش نکن که اگه بخشش قوری اگه دجش تگه مورا چی و گبزنی منچک که قوری گبزنه این مسئله این مسئله قوری گبزنه. من قوری نیستم، عملو نیستم، نه قوری نه عملو. امید جان خسته نباش. یکم که حضرت خواجه حافظ میگه که هر کجا پرواز گیرد به دل از دست دعا، یعنی مقصد حضرت خواجه حافظ به دل علیه رحمه گفتن که مقصد به دل به کجای رسید، به کدوم مرتبه رسید از دعای مردم. بله لیکن انشاءالله پیغمبر خدا صلی الله علیه و در باب دعا بسیار مقصد حدیث ها گفتن. الله حق سبحانه و تعالی اینچنین در قرآن پاک در باب دعا مقصد آیه های متبرکه است. از این لحاظ اینجا 1700 نفر قریب برادرای محترم، دعای شما انشالله که مظلوم، دعای شما مسافرا در نزد الله قبوله. در حق دادرمون امید جان دعا کنه. امید جان از درگاه رحمت خدا ناامید نباش، چون که الله بنده دوست دارم ش درد میتیه. چون که میگه ملائکه وقت درد فرود میورن از عالم بالا، ملائک میگه سوال میکنه که پروردگار تو درد به ما دادی، ما ایره میبریم و کی تقسیم میکنیم؟ الله مهربان میگه که درد اول بالای علما تقسیم کنه. علمایی که شبان روزان چنانه که جناب رسول الله صلی الله علیه و پیش از وقوع مرگ چی قدر درد کشید، چی قدر رنج کشید، گفت که الله مهربان گفت که اول درد بالای علما تقسیم کنه. میگه ملائک وقتی که با تقسیمات درد وابسته، گفت پروردگار با علما تقسیم کردیم، اگر همین درد کسل زیادی کرد پس با کی ما ایره تقسیم میکنیم؟ الله مهربان گفت که من در روی زمین بنده های دارم که عالم نیستن، قاری نیستن، حاجی نیستن، مخصوم زاده و ایشان و بابا و فلان نیستن، مردم عادیان، عامی عادیان، اما از من در تنهایی چنان میترسن، من در تنهایی چنان عبادت میکنن، یاد میکنن که حساب نداره. خداوند مهربان گفت والله خبیر بما تعملون. الله مهربان میگه من از هر یک کردار شما با خبر هستم، با درک هستم. از این لحاظ مقصد دیگه که گفت که در همون بنده هایم که مقصد علم نیستم، عابد مقصد شخصی عادیان، در همون تقسیم شو کنه. و همین خاطر برادر امید جان درد این هدیه یزدان پاک است، تو را خداوند سزاوار دانست که برای تو درد داد. فقط شکرگزاری کن ان الله در روز قیامت ان الله اجر و پاداش این درد را خداوند برات میتیه. الله صبر جمیل بته دادر عزیز. سخت عذاب کشید. حضرت ایوب علیه السلام 18 سال در بالای تیاغ بود. والله که همسرش آمد گفت ای ایوب تو مریض هستی، تو پیغمبر هستی، تو دعا کده الله مهربان و تو برای تو شفا بده. گفت ای زن، ما گفت 18 سال شد که الله برای ما درد داده است. ما گفت در 18 سال چیه؟ ما شرم میدارم که از الله طلب کنم که خدایا برای ما تن صحت بده. فقط دعا میکنم، میگو پروردگارو قلب مرا و زبان مرا از همین خوردن کرمان نجات بده تا اینکه سبب غفلت تو نشه، از یاد تو دور نشم. فقط دو عضو بدن مرا الله مهربان گفت که حضرت ایوب گفت که دو عضو بدن مرا گفت نگاه بدار سلامت، یک قلب ما، یک زبان ما. میگه در 18 سال حضرت ایوب گفت من شرم میدارم در این وقت کوتاه که از خدا طلب کنم که پروردگار برای ما شفا بده. پیامبرای خدا چنان دردای مقصد طولانی کشیدن، اما با پایان دردا را فقط به شکرگزاری رساندند. میگفتن الحمدلله علی کل حال، پروردگارو با کدام حالتی که ما را میداری شکرگزاری میکردن. شاکر باش انشالله. در حق تاجیکا دعا کو، در حق تمام مسلمانان دعا کو، در حق وطن دعا کو که خداوند وطن ما را از این بلاهای آخری زمان، از این سیل‌های شدید و از دیگر مقصد نوعی کسلی و بیماری‌ها و ناراحتی‌ها نگاه بداره. در حق خادمایی که در دولت خدمت میکنند دعا کو، در حق تمام خواهر و مادر تاجیک دعا کو. ان الله خداوند مهربان تو مریض هستی، خداوند دعای تو را قبول میکنه امید جان ان الله. و در حق ما دعا کن امید جان برادر که تو در بالشت بیماری هستی، ان الله دعای تو به پرده به درگاه الله ان الله قبول ای. آه گردآلود من گر بی رود سوی فلک، آسمان صد پاره گردد در زمین ریزد ملک. یک مراتبه که تو به او درد سوزانه که در جسد توست دست میبرداری میگوی ای الله
من همین امید خستدل هستم که در جسد من درد دادی، مریضی دادی، در یک قطعه دنیا آوردی، در یک کسلخونه قرارم کرده. پروردگار من در این قدرت تو راضی هستم، اما دست میبردارم که خدای و برادرای مرا حفاظت کن. والله که انشاءالله خداوند دعای تو را بدون پرده قبول میکنه. امید جان الله. سلامت باشی امید جان. دادر عزیز بابا لنگری گپ زن. آره سلامت باشی فریدون. دادر جان. سلامت الله شما. آیت راضی باشه و خداوند ما مهربان شفای کامل عاجل آره برات آره عطا کنه. آره امر معروف که ما احتیاج به امر معروف داریم. جای در خدمت مساف دهن نمیکشم. گپ زد برادرم، بهترین سخنها را کردی. گپ زد. به همین خاطر امید جان برادر، انا بعد در حق برادرایی که پسی پرده هستن، آب چشمشون در بالای رخسارشون است، اونا قلب دارن که قلب اونا در فراق تو میسوزه، پسی پرده اشک میکنن، پسی پرده دعا میکنن. والله که خداوند دعا اینا را قبول میکنه. اینا دست میبردارن در حق تو. اینا نگاه کن، همه همین اکرایی میکنه دستی برداشته است و همه همین میگه پروردگار امید جان در بیمارخانه است، برای شفا عطا کنه، برای شفا عطا کنه. چی تبقش مقصد گپ که خدا خواهد ان شاء الله الله حق سبحانه و تعالی حتما دعای اینا را قبول میکنه و در حق برادرایی که کمک کردن در حق ما و شما ان شاء الله که مقصد وای کردن، ان شاء الله که در حق برادرام چی نیز دعا کن. انشالله فریدون. در همین زبان که قرار جانمه، ما در دادن که زبان تو باور جانم، که در زبان تو جانمه. باشه برادرها. های دوستان، دعا کنه انشالله. یک دعا کنه انشالله. انشالله یک اپراسیون وزمین دیگه داره. همیشه بگذرونیم بعد خلاص. لنگری جون ببین ایدرن ایمو چی گرفتگیم. این رو داره میبینی. این همی 1.5 متر همی رو داره گرفتگیم. روده غوث است. خدا همه ما رو برای راست هدایت کنه. برادرها به خدا قسم، این امروز نکروز بود. کی بود اون برادر از دنیا گذشت. اول دنیا کی را هیچی نبینه. به خدا چقدر همین قاری گفت حرکت کنه دستگیر همدیگر باشه. حیات هم خواهم میگذره کی؟ حیات هم خواهد تیز میگذره. چند دیگه سلامت باشه. Так мы? А, я не забрал с собой. А? Так мы не забрал. خب Дома забыл, да? خفیدم تو. به اسم یک نام فامیلمون هم میبینم. من آه تلفن در صورت دارم. تلفن هم میبینم تمام. برو ایجا بابا Можно درم. пока, да? Что? Есть у меня фотку. Да, нет. 100%. Запрещение. Что не найдешь, сейчас гашишным. Еще что-то. Не дашь такого? های Командир, нет, کلا زرده اخ مخیم. Нет, не будет так. یا شفلان هم شکلش کنم. بله دخترک که امروز پرتفته بودیمش برادر یافتیمش. الحمدلله دخترک یافت شد. زنگ زدن یافتید برادر دخترک یافت شد. دعا کنی از ما همو وقت میگو یک کامنتر بنویسه یا لایک مونی به مقصد همه که ویدیو پیشتر برود. تمام. هیچی نگفتم. Спасибо, командир. یک Давай не لایک реди تفکر составники بیاد. буварка. Хоп, за нами автомобиль. Шо бара?
می خیلیش در حیات نودید مرا عدل بردگیم بودن نکفتنم نسکیو مکفتن میکنم از من گفتم خاطر تو وضعیت بهت بزی به وضعیت بزی به باید درست بعد بزیبتر میشه. با خدا قسم نسکیو ما باور میکنیم می خیلیش نودیدم تا امروز خیلیش ندابدیم بعد پرینسیپال مکان ای خاین اکا بخور آیا رو در کورا اینم بگه گشش نداره اکسا اینم میگم این نگاه برادر بابای لنگری نوشته که اشتراف کارت پیچت پارچه‌ای دارم پرابلم میشه پرابلم میشه نقاباند پرابلم البته میشه در گرانی سبزار توزا کو پیچت تا در گرانیتسا برادر گرانیتسا رفتن در میره اوجا عمود دو گوار میکنی چانسومی که میتین دمو سر پیچتی انوریل بچش میکنن هیچ چی نداره برادر میگه یو کیان گفت تو که براتانو گفت کجا میریم گفتم بالینسا گفت کجا بالینسا گفتم پراسپیک میریم مرا برده سه گلیتسا نه گفتم جا بچه‌م اول کلا امروز خواهی رفتی همین دوبلینو پدرم چه را بگم با کوچیشی با کوی کوچه نمیگشتگیو چه گابزه سکه کولو پای او پوشیدم با همون او دوست که در نسکه مزد و فیرم که دیگه تموم نه الحمدلله مسئله ایده مسئله خیلی دستوزه بزرگ دیدم بزرگ کلون هم لوبلینو را همون پیش لنگری بابا لبه لنگری همین لبه تلگرام نه تو چه رکلام نمیکنی اکدم نیم خماردم بگم میکنه چی پناه میکنه یا پاسپورت گم میشوه یک چیزی اواری بیزه میشوه یک صورت گم میشوه داو تلگرام پرتش میشوه اکای بجون ما ایمی دست رکلام کنی را کو ایمی من میخیزم و میفرویم نه میکنه خیر چی پناه مقصد میکنه می گم میشوه پاسپورت در یوتیوب و اینستاگرام مونده نشه برای کی اکا تایم مورا سوکان که مو کانال پانال مونا میبروره میتیم دول تلگرام چیه نه انشالله خیر است بچه چیانه باشه ما خاطر اسلام اون نابیداد فیده پور محمد زاینی تخته یا خوری محمد همینجا کیوما امی همو عروسی گریختگی نیسته نه همون چرا وای دم خشبیب تو و نمیگو عروس کما و نیسته عروس سخت پرابلم کرد و عروس خدا نکنه غیبش نشد سخت پرابلم Что, کرد есть? Тут нарушено, что у меня никак не имеется. Не имеется, да? Что у меня не имеется. Можно сумочку проверить? همین گپ Шаночка? زیادی نزنیش که هیچ کار کاری نمیکنه Есть? Нет, что не. من برادر میبینم طرف میکنم ده امو بچه ها که ازبکی که از پارت افتمش من در تلگرام یا که اون در گلاونی موندمش همه یا میگه چیکار کردن کشتنش بعد وقتی بنزینش ریختن چی شید همه ها چی را ها فهمیدم آخه او نمی چی نیسته نکای بجون همه را مرا بفهمون که تو کجا چی داری معلومات داری که همو میگه کیان که وپشیده هستن کیان گروپ وپشیده یکی تیارن 10-20 کس تیارن فهمیدی همون تایتل پیکی میشکوین دخترها خوشلو هم میمونن 15 ساله 16 ساله بعد این بچه های به عقلی ما بعضش میبینن بعد پریپیسکا میکنن یا که بعضشون رو ببینید میروند در همو یا داری رو شبه که رفتیم یا جو حتی حاجی بدیم او بچه زنگ زد که بردن مو که بتو قطعی دخته شناس میشه دخته سلاوش میبره رستورانش میبره میگه 30,000 میتی پاسپورتوش میگیرن کو یا دوریو گفتم بیا بریم نرفتیم اونم شب مقصد همین خیلی هستن من می نویسن وقتی که میاد و در حقیقتا پس اکران بچه‌هاش تگن کراچی تا میتین همون بچه را با میاد میخپن اون بعد از شتکارش من که اون بایشه دادنش اون پیشاب ریختن و مثلا پیدافیل میدافیل گفتن اون دوی چیکارو کردن و اون خاطر این مردم احتیاط باشه ای برادر احتیاط باشه همون مظفر خیرات که بدور باشه آقای بابا جان لبا بخشش بسیار که وقت ما بسیاری بعد گرفتم گوش کده برادر محترم قوم حضرت لوط علیه السلام از دسته اون که لیواته بودن والعیاذ بالله من ذلک میرفتن مرد بالای مردان نعوذ بالله مثل حیوان میپرید از این دسته شونه الله رب العزت حضرت عزرائیل علیه السلام و حضرت جبرائیل شاهپرش گرفت خداوند گفت پروردگار گفت مرا اجازت بده
پنجه شداد یک شهپر جبرائیل میگه از دنیا کلان است. همون میگه همه داخت همون چیز گرفت چپنهای گردون همون قوم زد تا به هنوز میگه به سوی جهنم سوخته رفته است. او برادران عزیز والله که مردم تاجیک ملت تاجیک فردوسی داره، بیرونی داره، حافظ داره، بدیل داره. آخه نعوذ بالله من ذلک من نه میبینم که ملت تاجیک روز بیاید نعوذ بالله به طریق سایتا و دیگر برای دنبال پسایی که والعیاذ بالله من ذلک برای نعوذ بالله با مردا و بچه های لیواته برای در قفای اونا رسیدن بگیرن و نعوذ بالله بچه بازی کنن. اینا را هیچ کنه، اینا را خدا شرمنده شو میکنه. ای بچه ملت تاجیک سلمان فارس در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و ما از قبیله فارس ما ملت هستیم که نام ما در گفتیم گپا که تابعین در دوره تابعین بعد صحابگان کبار تابعین بدن. ما ملت نیستیم که امروز بچهای تاجیک بیان بران دنبال لیواتگی و نعوذ بالله سایت ناکامست و فلان و محمدانشان. برادر محترم تو زن داری دختر یک کس آورده در خانت ماندهش 5 سال شد یک بار نمیره نگهش نمیکنی آخه میبخشی اومده در رسیت دنبال نعوذ بالله من ذلک. گفتم گپا که دنبال چی گشته سای خدا تو بکم سایت ناکامست و سر قورت آخه نعوذ بالله کدام کوای دوری برازن پروست نامی تاجیک پس میکنن میرون او شقه پیدن نعوذ بالله در بخلشکا پیشاو کردن بردن در دهنش ریختن نعوذ بالله میگه که یا تاجیک او ملت پس نکنید. مردم تاجیک هر یک شیر دارن، هر یک جوانمرد داره که دنبال هر یک کاروی خیر هر یک کاروی وای هست که نعوذ بالله یک ابله میبرن نام ملت تاجیک و مقصد پس میکنه. به همین خاطر از خدا بترسی اوخی کارو را نکنی. برادر عزیز کدومت خواهش داری برای یک زن ازبک قرقیز تاجیک یک زن مسلمان نکاح کو بگی مرحمت اوخی گفتی همون گپا که پس زندگی چه اوخی برادر محترم نعوذ بالله من ذلک بیا گفتی همون گپا که دنبال یک کفر و با قفا یک لوژ اینفرماسیون دروغ این هم تا صورت میپرتوی 5000 و 10000 یا که یک دختر خطی شناس میشون نعوذ بالله یک دروغ میگه گفتی هم گپا برای رخصوراش یا مچک میکنه با خوب پلوشون میگیره به خدا پروا ندارن. اگر مادر خودش یا همسر خودش زنگش بزنه که 5000 روبل رویم که 10000 روبل روی که ای اوشا و اوتا و خواهر 7 قبیلهش عقارت میکنه که فقط نعوذ بالله حال اویلیک منع گرفتم یا که کارخانه در جوابم دادن یا کارخانه سرم کردن یا که اویلیک ندارم یا کیسم خالیه یک نعوذ بالله زنه که نجس تلفنش میکنه 5000 و 10000 و 20000 نعوذ بالله من ذلک چیکار میکنه دروغ میگه همسرش فن میکنه رفیقش فن میکنه پول میگیره با او ابله هیفته داده است. به همین خاطر برادران محترم نکنه این کارو را به خدا قسم نکنه. این شرمندگی ملت. ای بچه جوانمرد تاجیک یک روز به کپ بره نعوذ بالله در دهنش پیشا و بریزه قسم به نام خدا این در یگان رم کجا نمیگیره برادر عزیز. او روز یک برادر پیش گپ لنگر جون او روز یک برادر گم شده بود در همون بالای همون اکران خواهرش گپ زد در بالای اکران با جای نمره خواهر نمرهش پرتو بیچاره خواهر نمره من گفتم که من این شطر خوردگیم خواهرا را غم میتن نمره خود من نوشتم در پرش نوشتم نمره خواهرش نمره خود من در ایپی نوشتم گفتم کسی بیا زنگ بزنه خلاصه خیلی برو مدن دستی بیاز بچه‌های تاجیک خود مقصد پسزنی نیست ملت با جای بنویسه اکس تازی تنجی چیکار کردی خواهر مهربانته در شهر غربی اکاکوی اومده اش شناس نمیشیم 4 تاش در دست خلوانگری 4 تاش گفتم به خاطر خدا شما را بخشیدم توبه کنی بس کنی 4 تاش قبیدم شناس نمیشیم جان شنیده مسکات کمونی شناس نمیشیم برات میبرم یک چیز ده که بابا جان همین مسئله بسیار تو خورده است بسیار مسئله سریوس است. بله برادر عزیز میگن که تهمت کردستن ما خراشو باور میکنیم که تهمت میکننشون. بله وقتی که غلطی دی در او خوراک غلطی دی مرده لیل اینا با کلا میگیری. برای اون قدر برادر عزیز کوشش کن در کار که با همون چیزا نزدیک شیدن در کار نیست. پیشون کنده برای گوشه و قطعی خودشونم بعد میمونه یک لفته که میمونه در گلاونش میمونه نگاهش میکنی سوکی گله سوری میفورد او بعد میخیزی میره در اوجه هم تسمه قطعی میزند هم اوی میزکت میته همه چیزا میتد. برای هم که برادر عزیز لوچی نه همو صبره نه ره مرده که خوبه بچه زنگیری نه پره بخدو قسم همی زن
بریدگی همین دخترای تاجیکی خودمون اگر دیسیتینا زنگیر باشین، اگر همین خیلی زنگیری باشین که یعنی که در می خودت ورنی باشی، زنی نه که تو ای پشتیو بخری زندگی تا پیش ببری، تو سومی او را بخری و سومی خود تا جمع کنی. او خیلی نیست، زنی که بگیرش نگاه و بینش که بگیرش نفقه ایشون بته، بگی نرمال قطعی زندگی که مایل هیچی گپ نداره، برای با در تاجیکستان زن بگی یکم گپ نداره، یکم چیز نداره، او قدر یعنی کرم تون زاگیه بگیره زن بگیره نیکی نرین. و بخدا قسم بسیارشا میبینم، بسیارشا اهمیت میتم همین مسئله دا ها میدروین یا که در یکم همین خیلی سایت ها دمه نویسونن بچه وقتی که تو داوجا رفتید تو چور تد بزنن کنش نه بعد میگوی که من ای خیلی تمام چیزا با کلا میگیری، تمام چیزا با کلا میگیری. برای اون قدر لوچی نرین برادر عزیز، لوچی نرین. ما اینا یک چیزتون میگم ده برادرو میگه تهمت میکنن، یعنی که تهمت چون میکنن پستوی چون میکنن. ما اینا رای سفر دارم والله بالله تعالی قسم پروردگار بجا مساق سلامت نه نرسونم اگر دروغ بگم. در حقم تهمت که هستن که مردخری کو، در حقم تهمت که هستن که از بار سو میگیری کو، در حقم ما گفته هستم که اینا پروردگار بجا مساق سلامت نبرم. در حقم تهمت که هستم باورشون میکنین کو برادرو، باور میکنین میدروین مرا اوچه حقورت میکنین کو، باور میکنین میدروین مرا اپا حقورت میکنین کو. نگاه کنین که نسبت توجیک دیگر کس کرده است همین کرو را هیچ نمیگن، همه خب بیستودگی های. وقتی که لنگری میگن بابا لنگری میگن با شما در اومده آو میتنه. خیالتون که من نمیبینم، من انسانم، خیالتون که من نگاه نمیکنم. ای برادرو من نمیبینم که خیل مرا مادرم حقورت میکنم. من والله بالله تعالی قسم میخورم فقط میگم پروردگار من به خودت میسپارمش تمام. من همین خگب میگم، من میگم پروردگار من به خودت میسپارمش. کدامید که دشمن میکنین من خیالتون میبینم مزیق نمیشم، والله قسم جگرام سگ میخوره، جگرام نمی جگرام پورا میشه که ای پشتی مایه که کاری خوب دایم یک کاری خوب هم میکنم مادری ما دشمن حقارت میشنوه، پدری ما دشمن حقارت میشنوه. ما بگذار ما ترک میکنم همین کارا که پدر ما حقارت بشنوه و مادر ما حقارت بشنوه. این کار ایروی مردکی هم نیسته. پس هسته مایلی ما یکم گپ ندارم، یکم کس میخواه برا بگه که تو حرام خری والله قسم میگم برادرو ما دا گلسوای نه این همی خیلی پریم نمروم هست اکای بابا جان اینا نمروش هسته لوبای بلوگر را بپرسن نمروی ما هسته ببروین در لوبای اینا بلوگر رو ببروین. والله قسم دوینوی سوینوی ما پلاتیتش میکنم، دوینوی سوینوی ما پلاتیتش نکردم. ما پدنالا دادم اگر دکزتم کرده بتونه که لنگری حرام خرای. آره برادر عزیز این ایروی مردکی نیست. نگاه کنه که یک انسانی که رفته در راه زینا رفته گیه هو در راه زینا رفته گیه قپیدگیشان شما میگین که تهمت او را پستوید کرده گیان، تهمتش کرده گیان. همین قوری را خوبتر قوری میدونه آدم زینوکور. من میگم تو برادر عزیز کارتو نکنه. من میدونم در اینجا 2050 نفر آدمان هستن برادرایش هستن که میکنن نمیکنن میکنن. اما میگم که این وعده پروردگاره که هم در این دنیا روشتیو های هم در اون دنیا روشتیو های. این یکم این نه وعده ما های نه وعده پدری ما نه وعده مادری ما. این وعده پروردگار خود چه که زینوکور هم در این دنیا های هم در این دنیا جزاش میبینه هم در اون دنیا جزاش میبینه. برای آنکه برادرای عزیز بیهوده تهمت نکنین در حق یک کس که آن زینو کرده آن ای خیل کرده نوتری کرده در کار نیست. به فکر من انسان من زیغ میشم کنش نه یک برادر توجیکی خودتو نمیشیزن تهمت میکنن خاموش میستین همین قدر ما انشالله با هم رای خدا همین کم که کار دیگه موندگی های انشالله ایشانی میبرم ترک همین یوتیوب میکنم خدا خواهد نصیب شه. نه که همین خارتون میگم برادرای عزیز ما در حق در یگم زبور خیانت کاگی نیستم الحمدلله، یگم کسافان کاگی نیستم تا امروز. ولی با زینوکورم رو واردستان هر چیزی که میگن نمیگن من میگم که من با پروردگار میسپارم تو تمام، من با خدا میسپارم. نه که هم میگم که
падар модар лезид накунин, душмон накунин. падар модари ма гуноҳ надора, ҳақорат накунин. Ман ҳам қагаптон мегӯям. ма гунаҳгор маям, саҷони худо мара хидмат душмон кунин. падари модари мара лезид накунин. падари модар чизе ҳаста ки номуси мардака рӯзи мешава ки дига ҳами держиват ка наметуна, хича қапида наметуна. баъд ҳами сумкаша мегира, погзай пайд мешава, мековад. касе ки боша набоша. ман ҳам мегӯям ки ягон касда кор надорам, ба ягон кас намехоҳам на разбор кунам, на супорид кунам, на гапи қабеҳ бугӯм, на гапи пасту-буланд бизанам. барое ки ҳамин дунёро дидем, ҳамин қадар дидем, ҳамин қадар фаҳмидем ки ин ҳамин рӯзаси пага нести. ҳамаш хуб мешавад дӯсти азиз. И бародарам Музаффар касе ки бишносаш рӯз мо збориш карда будем. Бародарам дуюм операция меам, ҷигари додар часпонда буданд. И бародарам ҷигари додараш часпонда буданд. мутаассифона боз ҳам хел инакоз бо як бор дига ҷигараш бояд часпонанд. хеле ҳам хатем падарҷонаш ҳамиҷа ҳастанд. худо ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. чӣ гӯям ки нагуфтанам беҳтаре дӯстам. ҳамаш хуб мешавад. сабр. сабр мекунем. аллоҳи меҳрубон сабр момта хай чикор кунем. қориҷон дар забону ҷоном забон ширин тайёр кардам. як замзама намекунӣ, одам иқаш ҷин дора ё мебурояд, аҳамият натӣ. ман вақте ки мехоним роҳат мекунам, дам мегирам, ака басалиш кор надорам. муроҷиати мо аст. қори дай мошин бегӯ дар мошин зурай. овоз бо буланд мебурад. бигӣ телефона дар сараш ки бисмилла. узида 4 дақиқа пас мерасем, нерасидем. ҳамиҷа унҷа нест? ҳам 3 дақиқа вақт дорем, дар ҳамин 3 дақиқа се успет кунам. мешава иншалло. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم
صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار برسان در این روز سعید مبارک ثواب و ثمره آیه های خوانده شده را به روح پاک جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، مفسرین، محدثین، مجتهدین، ازواج مطهرات، تابعین و تبع تابعین، ائمه دین، علی خصوص برجستگان اهل این کسانی که در این پس پرده نشستند این صدای قرآن را گوش کردند. خدا به اهل گذشتگانشون رحمت و مغفرت داخل جنت، برای زندگانشون عمر دراز، تن صحت. پروردگار پاک است و کریم تمام مؤمنان و تمام بیمارایی که در بستر بیماری هستند شفای کامل. پروردگار و کسانی که در خدمت بیمارا هستند خدا طبیب ها و ورچار خدا عمر دراز، تن صحت. ملت تاجیک و هر یک پدر و مادر تاجیک گذشتگانشون رحمت و مغفرت، برای زندگانشون عمر دراز، تن صحت با نصیب روزی بگردون. و آخر دعوانا الحمدلله برحمتک یا ارحم الراحمین. بعد ان شاء الله بابا جان میخونه مال در کارخونه هستیم کسالیایی که در همین مسکو هن بگو بیاین پگا به کارم تو بگیره بگو با کارخونه تا بیانده کدومش جنرال جین خونش کنیم پگا انیق دا کارخونه که من همینجا بگم ها انیق ان شاء الله پگا تو بگیره در کارخونه تو مکان برادر که این قاری اکادمی میخواد بینه که بخوند برای جینخونه دواخونه کارخونه بابا جان 88 در مترو لوبلینا روی ان شاء الله اینم میخونم. من گفتم که اینجا بخون اونجا معلم میشوه. انا که همجا خلاصه براره که 2000 نفر بود 500 کسی اب تمکی گرفت به خاطر که جین دارن. اعوذ بالله دفع مضرات مردم جهنم اعوذ بالله را که بگوی اعوذ بالله جین دارو در آخرش میکنه. برادر میتونه ان شاء الله به حاضر بره در مترو لوبلینا پگا نام حضرت جان همجا ان شاء الله سحری ولا اگه نه ویدیو میکنم بگم. یا بسم الله خدا نشون کنه. مترو لوبلینا پیش کافه برکت روپاروی بازار لوبلینا. ای باشه برادرای این نمیخه این خوب نیست. یک امر معروف گوش منیت سمی فهمید دیگرگیری 24 ساعت هم میگن لیستات میکنن هیچ کن میجویم نه وایس تماشا میکنن وایس چی تماشا میکنن یا برادرها بسیار خوشتر مظفر گذاشت با اون خود پگا چی اگر خدا پچویم داشت خونه نمیشه یا پگا با حضور بشنو وقت که راز است ده ساعت دمه خونه بله باز بس مردمی که 1,500 تماشا داره التماس هم 500 نفر را بکول بیارید برای لبا اکا بگویم پناهتون به خدا هم برادر عزیز خدا ما تا نگهبان باشه در امان الله باشین در حق دعا کنین. انا برای ما جواب میفرم سراونو سویازی ما گم میشوه تمام ایده میکاره شد میشوه مردک ایده میکاره خیر خدا نبزد کنیم خدا نگهبان تو باشه مالش خوب در امان الله. اینا لنگاری هم ایدست دادیم هم 500-600 نفر را بکوه پگای جین خونشو بیاری. خدا نیستون کنه همه تا با خاطر الله دوست میدونم رحمت که همراه ما بده. مقصد همین ایفیری ما در اومدن که احتیاط باشه هممون برای یک پل کار کردن برای یک لقمنان به خاطر فرزنده اومدیم. همین زور من میریم همین سترایکیو که بازار ایجای همین یک ماه داشت میکنیم بعد دیگه ماه نمیتونیم به خاطر که در بنزین نمیوه هم ماشین بریزیم یا بعد ماشین میگیم تاکسی میزنیم یا جورامو قشمیرزای قاکش میمونه ایمای بقطاو میخری. مقصد ای سر خدمت گذشته من میگم با هم خاطر کار کنی بیزنس یاد بگیری. منم کار سیاه کردم هم سترایکا و هم چیکارا آساسا چیکار کنی کارای بیزنس یک بهبودی بدروی پاکا یوش احتیاط باشه سوما جمع کنی به اهل بیتونا. هجوما کار میکنه هر روزه هجوما ما کار کرده مترو لوبلینا улица Краснодарский 66 корпус 2 номерمون 937 733 93 93 937 733 93 93 با کدمه هجوما میرن نامش می نویسن برای اجزای کارخونه ما ان شاء الله اگر نامش به غلطه در پورا کشی
حج رو میکنیم بره با برادر جون. بابا جون می نویسم در اپی گوش میکن. اب جبارم نمره منو بنویس. خدا چی گپ ایجا نفهمیدم. اکی یا رسیه اولش نباشی نمیفهمی. بیای برادرها پگه قاری همونجا قاری جین خونه خودش دعا خونه کدمی خواهرها هستن برادرها هستن روی دعا تون بخونه. همینجا نویسه که حسن بخی در بلی کلوله جونم میگه سومی مسجد خوردی آدم شدی چی گفتم تر نویسه آدم شدی ما الحمدلله آدم بودیم. ای خدا هدایتت کنه. ای در خوردن نبودی یا پراکش قطع بخری. چی گویم اکا چی گویم که نگفتنم بهتر است زبان در دهن بوی موی جولیان آید همه. هجامه نگاه کنه دوستان عزیز. هجامه وقتی که میرای فیتا بوچکا میدروای فیتا بوچکا دوش میدروای 3-4 نمون مساج میکنن بانکوش ایخون هجامه میکنن با نام نویس میکنن برادری عزیز. بعد چیکار میکنی 2000 میسپاری. برادرایی که همینجا شتگی من بابا جان تلگرام من بابا جان 88 بزنی از صورت ایستادگی یک کلمه ده همه بدروی پادپیسات چکنی 1600 700 بدروی همونجا من با سوال جواب گفتم میتونم من در این واتساپ نمیتونم همونجا من با سوال حرکت میکنم. پیتر ده هجومای برادرها هستن من نمروش فراموش کردم متاسفانه هستن در پیترم. که چی تو بگم بابا جان حکه بابا جان ای دستان مردم یاردم کنی اکی موی سرتم نمونده. این موی سر من 2011 همین تاریخ سوخت همین خیلی استود یعنی که دایا او آبوزی کردم او غایجم تری بعضی بچه‌ها به عقلی که میگوش کن نکنی ما را گفتن آبوز نکنیم او تنه تو برو نفتن موی سر میرزه تنه تو شکوفا میبره گرم بود پریدیم برش گوریخ ای دندون ما شکستن ولی میبرویا. که بابا جان نومیرو نه تکرار کن 937 733 93 93 نمروی ما. زنکو را هجامه میکنم فقط در دامشق اصول و در خانه حاضر شه. در افیر نمره را بنویسم سور میدم برادرو اما تلگرامی بابا جان 88 بزنه در سری کلتو جون میگه اکه بابا جان یا زنه یا دزنه راست شب بگم یا دروغ همه اگر راست میفوره تو پیلوس بمونه دروغ میگه دروغ بفوره تو مینوس مونه والله قسم همجا راست میگم اکه بنویسی اگر زن من بکشه راست میگم در همجا پیلوس بنویسی. هجامه کزن هم کار میکنه زنک میلیون بار بخشش اگر در همجا باشی با کسی نویسه که نگو من اک میگم نخواهی که خلق ایمن پرسه که بابا جان تو زن داری من نگم. عروس یافتیم ده عروس بود عروس پروس یافتیم الحمدلله برادر مشتگی تاش. هجامه کزن کار میکنه 925 یا 16 17 بدم خیلی بد رکلامش کردگیم. خوب برادران مهربان شخصانی که من کمی پرسه بابا جان یا زن داری ده زن داری همین انسان مسلمان برادری که زورش میرسه باید فقط یک زن بگیره فهمده یک زن همین یک زن گرفتن در کار فهمیده یک زن اگه میگم قسم خوردگی میگم حقیقتا اصلا مسلمان باید برادری که زور برسه یک زن بگیره اما متاسفانه من یک تا دارم متاسفانه به خاطر که به همهش هم زورم نمیرسه یعنی که وقتی یک خواهر میگیری یا برادر میگیری یعنی که زنده یک خواهر مقصد که میگیری باید واسه سیر پیر کنی به خدا قسم ای برادران ای خلق عزیزم من به خدا قسم به همیتشم وقت نمیام برم وای
мақсад ҷогаи хо вай меҳрубонӣ мехоҳа, вай дӯстдорӣ мехоҳа у хоҳар. ба он хотир дӯстони азиз мутаассифона ба худо қасам ба ҳамун як занам вақтам намераса. Фаҳмидем ки светои мо и Ҳиндустон ай гоҳ мемран, гоҳ бирун мешаванд. Ягон гоҳ ча хориҷа астода дар сталбои ҷам мумкин аст дай гоҳро бикшӣ. ҳиҷомаи мо дар метрои Люблино фаҳмиди ака, агар ай синни соли ман бипурсе, ман 88 таваллудам, 1988. Ман 35 солаам. Имрӯз як кас мега ака медунам ай ман калони мегам чанд мети? Мега 1975. Мегам сағира та пири бадам накам мен ёшам. Каму анҷа паридай. Дандунум паридай. Хабат ман пирам. Ина бачака ча мегу 25 сола. Мег ята 40 та 50. ҳиҷома казан кор мекунам, рекламаш кардагим бародаро. ин охир одами беақл аслан ҳамиҷа ҷош нестай. Тайлоқ ҳамеша тайлоқай. ҷоҳилон намардан ки ҳамин дунё омада тоза шавад. фаҳмиди ака? Дига наге чанд зан дори чӣ дори. Ҳамин якта алҳамдулиллоҳ, ҳамин якта. Не мегум мақсад ба дастам 4 та нишон додаастам ба хотире ки як мусалмон вақте ки ҳолати зурш мераса бояд 4 та дошта боша. 4 та мутаассифона хак мо зур намераса. Ҳамин як та, яъне ки хам хела. Адреси чумчи чиай? Булвар Тукаям тари. Ба ҳамон хотир бародарон мана дурас бифаҳмед. Ман ба худо ина алҳамдулиллоҳ якни мошида ҷо ина мисли лангари дами шави мерем иҷа пеши у хоҳар, пеши у бародар, пеши у ҷабр ис ха ҳамин кора ман дӯст медорам. Мекушем. хай чико кунем? Мега я занам ҳамон одамои чуморам дора. Хай чико кунем? Ина бигзор мо чумо. Мо ҳамин чумо я зана ина бигзор мо чумо. Ина мана ки мегира? Ҳеҷ кана мегирам. Ман да ҳеҷ кадар кор нестам. Ҳамин ман мисли милисаҳоам ба қадам хотир. Баро ки ман занг мезананд дидам паридам. Гоҳ шӯхӣ мекунем дар хоҷагӣ мега ки мақсад ҳамун ягон денав далара бигирӣ дар ҳамун хоҷагӣ бурмада намешавад. ба хотире ки мо ҳамин звонок мешавад, аллоҳ шоҳид ки мо фарқ надорад. Лично барои ман вақте бародари тоҷик ё модари тоҷик ё касе бигам ман дар фалон ҷо мондагӣ ман мепарам. Фарқ надорад. Пас чӣ? арӯси гумшудагӣ шавҳар дорад. Чӣ? Ай шумо занг застем? Барори шо. иҷа меган ки бобоҷон чанд зан дори ҳама гуфтастам. Чӣ гапа? Ҳама тенҷу гапҳои дар корӣ гузаштан. Эҳтиёт кунед. арӯса ёфтем алҳамдулиллоҳ. Арӯс пайдо шид. ҳиҷома мекунанд дар хоҷагӣ, ҳиҷома мекунанд, яъне дар дарни хона мекунанд. барои занҳо мутаассифона ҳозираша фитабочка нест. Сомон Азимов майлаш мега ранги хидм я занавда. Хай чико кунем? Ҳамун як та зур мераса. ҳамун як тара бигирем фарзандома сох саломат калом кунем ба тарбия. Ман ай ҷиргатол нестам. Ман тоҷикам, фақат тоҷикам. ина нигah ки ҳазрат назар онастаги садқа ҳамин ҳануми ҳазратат кина мега ки қати лангари ҳар ту зинокори шайтонем. Ба номи худо қасам ай ҳазрат ака нумат бимбирам. Як гап мегум ина ҳамин агар рост бигум рост биге ин ҳамин ҳазрат як гапш мегум. ҳамин ҳазрат биге ки ман қати мебахши грубам шава. қати хоҳарат мана қапиди, қати апат қапидим, қати модарат қапидим. ҳамаш хоҳару модари мананд. қати ягон кас нақапидаем. дар хона ту надурмади дар боло ягон кас бошам ки мақсад ман груба ҷавоб недим то ақлат душор шава. Ки ту мана зинокор мегӯ ё лангария? дар гиҷо қапидим. мебахши дар ғилофи ки қапиди? аз барои худо бас кине ба худои пас задана. агар язна бигӯ ба худо итари язна безеб наги ки ман ба худо дар хона ту истода наметавонам. дандун надорам. хуварат баъд мега чи шумру айҷо варди чи дар кор? ман ба лавзи ҳам кучагӣ худат гап мезанам. ман беҳад гапҳои зуб медунам. ман успокойся, ман просто ба кучагӣ фаҳмондастам ки бифаҳма дафъа дига чунин нанависанд. бародар
وقتی که منم میگو زینوکور حالت یک کس از زینوکور میگو که زینوش یه بار میگویش دو بار همه انسان در حیات ختم میشه. من یه بار زینوکور خبری پروردگار میگه که گناه های برادر پشون تا روز قیامت گناه تا پشون. من دیدی زینا کلاس یه بار نصیحت میکنم من زینو من ندیدای دزدی من ندیدای یگون حرام خری من ندیدای تو چی میگو؟ اون حرام خور راست میگه که ای صندوق پدر یگون تا صندوق مادر یادسن گرفتم خوردم یگون تو دزد دیدم. زینوکور میگه حالت قطعی خواهرت میقفیم با هم خوید. خب من خراشی چلوگنو خراشی چلوگن که تو نیلوبی من آرامم با خدا آرامم. من کنسترینم سوزه که وقتی نسترین امید سوز میبینم یعنی که امید برای من حاضر یک شخصی که مقصد هم یک زدنی میسازی که از نول از هم نول ساخته است باید سوز ساخت سلام شو و پیش اپا مقصد پدر و مادرش برموس ای حضرت علی هم نویسه تو در بخدو به بخمت خم نشدم خدمت دور میکشدم تلفن ما پلاق ای خدا همه ما رو برای راست هدایت کنه. من هجامه شهر کزن رکلام کردم این ویدیو رو ببین هست دم تا عروسکی در شهری که توی گم شده بود هوا یاب شد. بله بله برادر جان بین 2 ساعت یاب شد و عروس یاب شد. آخین حضرت بس که به خدا قسم گپای با مزد میگم در نه مردم شیمون میشه بیا برای التماس ایدی میکور چک داغو باشه همش خوبه. من نویستم بگیرم نه نویستم بگیرم. ای دوستان بابا تو خواهین ملت می باشی چی بابا تو خواهین ملت می باشی اوه بای چیز دیگه شایجو برم آمیان نتی نه و اک می نویسم و چی خیلی همون جنگل به چی نمیشه به همون خاک نومشه نگیرم. عروس یاف شد عروس برادر یاف شد الحمدلله. یعنی که وقتی یک ویدیو را میبینه یک خواهر گم میشه مادر گم میشه مثال میگه من دیگه رو نگم قطع من اویلم میبرویا خواهرم در همینجا میبرویا میرود در کوچه کی مقصد ملیسا میقپش میبرش بعضی حال تلفناشو میگیرن همین بچه‌ها رو میبرن یه هفته 2 هفته تلفن تو نمیتین با اون خاطر هر گپ ننویسه در کامنتاری خدای روزا رو هیچ کنشونتیا هیچ نگید و اهمیتش نته که نویسه که جواب نته خودش میرا فلاغ میندازمونش. خب نه وایورا چور نمینی وایورا مون بیگزار ببینم بسوزن و مو یک ویدیو مونده بدم ولی اون ویدیو اینستاگرام داری اون نمیدونم یوتیوب از من برای نمو ولی که از یک ویدیو میمونم با کیا با این بچه را باز با این بچه را یا ویدیو مونم تماشا میکنه بچه‌ها این دیگه اکنه یا ویدیو تو موندم این ویدیو زور ایده هر کس نداره باز نگاه کنه برای همین حضرت میمونم. اینا باور نکنه دیگه کنه بچه چیکار داشتی ماشین هیچی خیلی چی وای دودی چه افتاد دور اومده من موفقیت شما رو میبینم تو هم میسوزه دیدی بچه چیکار داشتی ماشین هیچی خیلی چی وای دودی چه افتاد دور اومده من موفقیت شما رو میبینم تو هم میسوزه این یار همه خمگون میگم میسوزم اوکی بابا جون یک کس قرضدار است وای آدمای قرضدار آدمایی که ماشین پاشین کن همین بابا لنگری قطی بروی همین بچه درک شو میو پس اکران بالا اکران یعنی برادرها من اوج بارون دیدم یعنی پستی بلندی را خیلی دیدگی من برای هر یک کدمی یا من چی دارم جواب دارم من پرواشو ندارم به خدا اهمیتشو نمیتیم فهمیدید من برای هر یک کدمی دارم اما برادران فقط حق یا دعا کنیم متاسفانه بعضیش یعنی چکله خفه نشه
баъзе бародарону модарони мо ҳози ақлшон баъзеш ҳамаро дар назар надорам, акаҳои паси экран инҷа қадрдон бисёр ақлшу дар гӯшу дар чишмшу чизе мебинанд бовар мекунанд, чизе мешнаванд чӣ мегӯянд бовар мекунанд. Аммо инсон бояд ақлш дар сараш бошад. фаҳмидӣ? ақлш дар сараш бошад. охир зана айдарни интернет меёвад, зана модара занг мезани, модарҷоне ман 10,000 ирсия бигиву акам қишлоқакои ҳамсоя бирав биков ё ҳамн қишлоқ биков. ҳамн қишлоқ ва як модара як хоҳари мақсад ба тақворо мекунанд, занан метиҳанд. Мега акаҷон як занем биё қуръонхун бошам, тилоӣ боша, ба тақво боша. Барои қуръонхунш набояд худат қуръонхун шавӣ, ба тақво худат ба тақво шав. ҳамтане дар шаҳри Казан ягон кор ман намедонам бародаро. ин бародари главни дар сурат будагӣ бародарони меҳрубон намедонем ҳоло чӣ кофта ҳастанд. фаҳмидӣ? гиҷо мерам хона охи. чия алиҷон чия ёд тием бародарҷон? Ман аҳамиятшо наметиҳим, просто ҳушёр шаванд, бифаҳманд. кадмет гап дорӣ, ман ягона блогере, ман таъриф намекунам, ягона блогере ки дарм 24 соат ҳуяй любое биёд дар сари стол хатиб суҳбат менам. бародаро, гунаҳгор бошам миллион бор бахшиш мепарсам, агар гунаҳгор набошам бояд чӣ кор кунӣ? бахшиш парсӣ. бародари азиз, бас кунӣ, аз барои худо бас кунӣ бародар. ҳазратҷон, валлоҳи қасам, ҳазрат нависагӣ назаро, валлоҳи биллоҳи таллоҳи тамоми модари мусалмона, тамоми хоҳари мусалмона ман хоҳари худам, модари худам медонам. ҳамчунин модару хоҳари шуморо агар хафа шуда бошӣ миллион бор дар мобайни ҳамин 1000 нафар бахшиш. Аммо бародарҷон, ҷои хелӣ нест. якса пирс. ба хотири чӣ ман гуфта истодам? барое ки ин сухани ман нест, айлангарӣ ягон кас нест. худованд мегӯяд ки алмуслим ахулмуслим, яъне ки мусалмон бародари мусалмон аст. мусалмони зан бояд хоҳари мусалмон бошад. хоҳари ман хоҳари шумо. вақте хоҳари як каса зино мекунӣ, вай мусалмон, агар кофир боша ам зино, аммо ту зинош мекунӣ, фикр намекунӣ хоҳари ягон каса. бародарон, не ман дар Россия будам, хабар дошт. занҳо гап занем. хоҳарое ки ман гум шуда буданд, ҳар як хоҳара мондам. якташ ай ҳисор буд, ёфт шид. як арӯс буд, худо ака ҳидоятш куна, ваям ёфт шид. ин хоҳари бегайна дар байни 1 соат ёфт шид. хаяку ҳамин хел аст, паҳн менам байни группаҳошу суратҳоша ёфт шиданд. алҳамдулилло ёфт шиданд. занҳо зани гумшудагӣ ки наёфтан итари нест, ҳамаш наёфтем алҳамдулилло. бибине бачаҳои ёш давраи паставиткунӣ омадагиай, бачаҳое ки бисёр маҳал дар чӣ кор мекунем, уму бернуро тоза мекунем, чӯ меган дворникшу мегеку таи доморо тоза мекунем, фанту мекунанд, мақсад ҳамун сафедия нумша нагирам, ҳамаи метиҳанд ту 50,000 100,000 як бор метиҳанд, ду бор метиҳанд, меам пакет ҳамунҷаму 100,000 бигир, я ду бор маза мекунӣ, пастави ту мекунанд. бачаҳои ёше бисёр ман мепартом 99% дар зиндоноанд, 99%, яка нагуфтода мегум. аммо намегем дар ҳамаша зинда ёфтем, модароро бале зинда ёфтем, Назаров. яъне ки дар зиндоно ҳам ба хотири бачаҳои ёши беақланд 100,000 50,000 ма бина хча гум мекунанд. ду бор се бор метиҳанд, дафъа пастави чӯ мекунанд, ва ё бояд зван мегиранд, я пагон мегиранд, мераванд. эҳтиёт бошед. бародаро, ман намедонам, хеле бародаро мондагиам, алҳамдулилло. кам телефон ҳастай? ман киёра ёфтам, нишонту метиҳим. агар ки бо ин қайгаша ман удалит кардагим да, яъне ки айҷа удалит чӯ кардагим, ин сайти минай. сайт ма гуфтаст. инаи духтара ки ҳозир мондамаш ёфт шид.
اینای دخترک یوف شید آنمی بچه موندگی نیوف نشیدگی ای اینای بچه یوف شید اینای بچه اکش یوف نشید ای مایده کوز کوفته استیم اینای کامپیر گیریا کرابد این هر دی بچه ها یوف شیدن کدمید ویدیویم نه تماشا کرده باشی حضرت نظر و یا برگا بخش برادر اگر سخت رسیده باشه اینای دخترک هم یوف شید یا حسار بود این دخترک هم یوف شید آنمی بچه ش نمیدونم امی سلیمان یوف شید نه یوف شید با فیلم زنگ نزدین طولم اهل بیت امی سلیمان هم یا بگی اگر امی یوف نشده بود با کی بود اینجا اینای برادر یوف شید آنمیش هم یوف نشده با فیلم انا ای خیو بچه مردگی بود اینای گودکک یوف شید الحمدلله خیام دختره د سه بار پارتیمش بعد یوف شید اینای بچه گم شده بود اینای یوف شید اینها اینای عروس یوف شید خاک در سرش اینای بچه یوف شید اینای مردک هم یوف شید همیشه بسیار فراموش کردگیم یوف شید نشید همیشه نمیدونم اینای بچه یوف شید اینای بچه دزده اینای بچه دزده در کوارتیر بچه ها درماده بود این همیش این همی نه این ریشتورک نوی نیش در کوارتیر بچه ها درماده تلفنش دزده بود خیلی گودک رفتیم خیلی نیو یوف شدن این زنه خطی گودکاش بود همش یوف شدن الحمدلله اینای دخترک هم همش یوف شدن اینای پوتین یوف شد در مسکو پوتین هم میشناسه اینای خواهر خطی بچهش بود این هم یوف شد علیکم السلام و رحمت بوکیه اینه های گروپ ها همش یوف شدن الحمدلله های نمی خیلی هم کعبه 4,500 4,500 احمد جان خداوند عزت کنه برادری که دست بسپریوم خداوند صبرتون یا احتیاط عروض ای که جای افتیم که دیگه از کجا یافتیم نیافتیمش مهم نیست برادر برای که نگاه کنی همین خواهر یگان تا شما دادر شما اکای شما در یگان کاری غش ارلاش میشه من میامش همه من پنهان میکنم دیگه بارا نمیگم که فلان کار کرده بود به خاطر خدا میگم یافتی تمام که دعا کنه پروردگار یگان تا شما را به این دردای برادرها گرفتار نکنه خداوند حفظتون کنه یا بار یک خدمت تر انجام باشم به خاطر خدا ببخشه گو زیغ میشم اخی زیغ میشم برای که یگان تا ما و شما چای همدیگر ما نخوردگیم همه خدمت گپ داری 1000 نفر اینجا بیا به خدا قسم مترو لوبلینو اکاز در هندوستانم کو باز این برادر ان شاء الله دعا کنید سخت سلامت بریم بیا ان شاء الله پیاله چای اگر گناهکار باشم میلیون بار ببخش میپرسم خطاگی اصلاح کردن یعنی اسکرینه از تحت دل پیش پروردگار توبه کردن بخش پرسیدن این خصلت جوان مردیم است هر چی میکشم بعضی برادران تاجیک من غروری نمی تکبری باید من بخش نپرسم من میلیون بار بخش میپرسم وقتی خطا باشه مردم یای انمو زنه که قطعی گودکاش راست میگه زنه که قطعی گودکاش بود قطعی 3 گودکش سومش جمع کردیم یه چند سوم در شوی سیویاس چند روز نکردم پیش ای هندوستان پردن قطعیون گپ زدم پاسپورت مادرش اساس کرده بودم قطعی گودک دیگهش 2 گودک دیگهش مونده بود بعد ویوش اساس میکردن امو بعد اساس ویو تاجیکستان شروع میکردن سیویاس نکردین سوز کردید دیوت انداخته پگم اگرم زنگ شدن بخدا درک ندارم برادر چی درو بگم ازی بچه که این بچه ازبک بچه برای چی من در گلاونی تیلش موندم به خاطر که احتیاط باشه که همه زینوکنی اومد پیش یه دخترک یعنی فندش کردن در دست خورد اگر که همه دخته میبود و زینوش میکرد
اونکش من زیق شدم زدنش مثال میگم الحمدلله نه چی بگم شتکاری خورد امیدجان سلام میگم پدرجان کم یه بار خود سخن که مردم اخته میگم که که برای مردم گپ بزن خیلی این شرایط هندوستان یک گوشت کنن این مردم یک میلیارد 850 میلیون اهواز 1,850,000 1 میلیارد 850 میلیون 25 میلیون اهواز داره. دهلی شو هم زندگی میکنند که مردم آرامند مردمی با صبرند خیلی جنگ جوی نیستند اگرچه طرفی چیزا پیش رفته برای من دو کلاس ما داریم ببینیم سه مشکل داریم ماشین از این رو دیدو کار پیش بودن تنظیم سازی از ضرورت باید سه بیست دلار دلار هم مضافه 2007 مدینه گذاشته بودیم کسایی دیگر bu şansım bu nasıl biraz kesinlikle bu sıkıntı biraz. Dolayısıyla dersen şaşma şu kadar da bir taraf da son az belki. Aslında bu spor da okey şu anda var. Bir moda ne okey da aslında. Hamil bir moru şu moru şu bir moru şu bir. Allah selamat باشه تاجان Peki bu خدمت دیگه یا که بعضش نمیفهمم هجامه ما تا ساعت 12 یک کار میکنه برادر سامان عظیم ما التماس بابا جان برای زنها هجامه تشکیل کنید خانه ما در نمیشود انشالله نیت داریم مادر جان کعبه درونش چی داره اکای بابا جان کعبه درونش جای نماز داره تسبیح داره قرآن ترکی داره ای خود ترکیه اکای مقیم جان رویش کرده گیان سطح بود گرفته بود رقمی وای فای تا در اکران بمون التماس من نفهمیدم رقم چی میگه حاجی در هندوستان کار هست رویم نه برادرها اینجا کار اما بیزنسمن توش سو مثال کار میکنن دختراش سو مثال کار میکنن اینجا کار بخواد خلقش کشاقه در کوچه ها یک خیمک در طور سرش عذاب خطی زندگی میکنن کمبغلاش بهد بسیارن پشا درو شوخه که چی پسش بزنیم که پروست خلقش خلق آرامه همو مترو لوبلینا روی انشالله در همونجا هست یک خدمت کعبه گیریه سلام آقا جان سلام میگن که حاجی جان خدا برادرای مهربان خیلی صحبت کردیم قریب چند ساعت چی 2.5 ساعت 1.5 ساعت چی مونده شدیم خداوند ایستون کنه رحمت خدا یگان باریگه اگر با بخشش میپرسم مردم گفت ما در مسئله بلیت هستن زد برادر عزیز اینمی عبدالجبار میدیا نوشته سوده این نمره 12 همی اب یک کس خدمه این خطیم عبدالجبار شده میونه بابا جون شده نشه که همه اسکرین شات کنه خطیش صحبت کنه اولش خداوند گارانتیش میون خوب اینجا تمام نمود دخترا را دارم من برنامه میکنم بله تا ساعت 12 یک شب حاجی ویدیو دهخانی میده همش دهخانی که برادر در میان میگن هست دوانم کدک تمام اینا سلام علیکم سلام برادرها ما خاموش میکنیم در ساعت چند شده ساعت 10 تا کم یک شب در اینجا 10 تا کم یک شب با وقت مسکو ساعت 22 و 21 من برنامه میکنم آقای دکتر صبور باشه سمیوان در یک روز 2 دانه میخری سحر بگه نمری حتی نه ای کجایم نمری من ای تلگرام بابا جان 88 نویسیم اونجا صحبت میکنیم برادر جان عزیز یک بار یا میلیون بار بخشش میپرسم خدمت رنج جان باشم سوال تا جواب نگفته باشم سلام تعلیق نکرده باشم میلیون بار بخشش السلام علیکم و رحمت الله رحمت کی ختم متواضع بده کسی حجامه میره مترو لوبلینا اینا کسی بلیت اینا
کجا شما من ای تاجیکستانم، من تاجیکم با تاجیکستان زنده ام. خدا نگهدار. رحمت خدا. همون بچه فیض‌آبادی دختره کش خشید بی مریم جان. نمیدونم کیا گفته استی بی مریم جان. داغو باشه چنده ده هندوستان ده ساعت ده جا یکی شو ایجوشین. من ای طرفی لولوی آب استرخوام شوکت برادر. خداوند حفظتون کنه. سلامت باشه. یک بارگه بخشش. بس کنید. خوب رویم. خوب انشالله برادرها هر کس هر خیلی ده حیات. خداوند حفظتون کنه. بخشش یک بارگه بخشش میلیون بار بخشش. السلام علیکم. من با خدای الله بخشیدم. مظفر شاه سلام میگم. علیکم السلام. بیلت اون همون 12 زنگ بزنی اب جبار میدیره قطعی شخ نمیدونم کی میین مسکو. همین امید جان سوش هم میرم. سلامت باش. شو کردن بعدو دختر چشم نمیدونم مالک خدمت میگه بی مریم. سلام علیکم. علیکم السلام. که برای درد میون دختر هست گفتم پناه خدا نگهدار. ذکر نداره سمیوانه. همه اجزا دارن همون نمبرای 937 733 93 96 همه اجزا دارن برادر جان. خدا نگهدار. خدا حفظتون کنه.